الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قیام و راست ایستادن در حالت نماز فرض برای نمازگزاری که عذری ندارد و میتواند بایستد یکی از ارکان نماز هست. یعنی وقتی که میگوییم رکن هست حتما باید انجام بدهد. به هیچ عنوان کسی که توانایی دارد معذور نیست، حتما باید ایستاده نماز بخواند. به اتفاق تمام علما و مذاهب قیام یکی از ارکان نماز هست. برخی از مردم وقتی که در نماز می ایستند به این کیفیت خودشان را کاملا خم می کنند. این حالت قیام نیست، اشتباه است. و برخی دیگر به گمان این که خشوع و خضوعشان بیشتر بشود سر را به اندازه بیش از اندازه در واقع پایین می اندازند و گردن را خم می کنند به گونه ای که چهره از طرف قبله برمی گردد. هر دو مورد این از نظر شرعی اشتباه هستند. حتما قیام بنابر اون چیزی که علما گفتند یعنی حالتی که انسان کاملا راست ایستاده باشد و ستون فقراتش هم حالت طبیعی باشد. عرض کردم که این یکی از ارکان نماز هست، زیرا که الله متعال به ما دستور داده و قوموا لله قانتین، برای الله متعال بایستید. آیه درباره نماز هست که راست بایستید با حالت خشوع و خضوع، مطیعانه برای الله متعال بایستید. و همچنین در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری آمده روایت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان فرمودند که صلی قائما، ایستاده نماز بخوان، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر نتوانستی که بایستی و عذری داشتی در اون صورت نشسته نماز بخوان. در نمازهای فرض ایستادن فرض هست و رکن نماز هست، اما در نماز سنت و نماز نفل و نماز شب، نماز غیر فرض باشد، ایستادن فرض نیست، زیرا که ثابت شده بنابر روایت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا شبها نماز طولانی را در حالت نشسته می‌خواندند. و روایت دیگری که رسول الله فرمودند اگر ایستاده نماز بخوانی این بهتر هست و اگر نشسته نماز بخوانی نماز نشسته نصف ثواب ایستاده هست. این در مورد نمازهای غیر فرض هست. در نماز فرض حتما باید به صورت کامل و راست ایستاده باشیم. اگر کسی بدون عذر نماز فرض را نشسته خواند نمازش باطل هست، باید حتما نماز خودش را دوباره برگردانه.